به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. من پایز کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی مثال بزنم برای شما. شما زنید که کتاب کیمیای سعادت امام غزالی در واقع فارسی شده کتاب احیای علوم الدینه که در 4 جلد بوده که یکین جلدی گرفته تا جلد ترجمه کرده به زبان فارسی. بعد در این کتاب تذکرات الاولیاء در مورد موسیقی و تاثیر موسیقی چیزای گوشی. شما زنید که امام غزالی یک فردی بوده که مراحل مختلف علم و دانش طی کرده، علم کلام، فلسفه، فقه و مسلط بر علوم زمانه وقت بوده. بعد چیزی که تعریف کن گوشی که ایشین که منگو عقاید مختلف، افراد مختلف بحث فلسفی کو پایس آن توجیه بکنن، آنو مجادله کو، مباحثه کو و بعدش تمام این کاران دوچار یک نوع هنگ فکری بودن. یعنی کلا فکر و تفکر و اشکال کرد. حالا چونکایی شکل مومنتن دقیقا به اصطلاح چی چیز بر حق، چی چیز درسته، واقعیت چی، حق چی. بعد گوشتی هنچی بودن که به مدت 6 ماه مون لال بودن، یعنی کلا نتوان تون تکلم بکنه، اصلا قدرت تکلم تون اجداز ده. بعد تنها راهی که به نظر میاد ایشد که برن در یک گوشه عزلت بگیرن و اشغال و قیل دنیا دور ببن و همین کار کن. چند مدت در بغداد بی، بعد چند مدت رو دمشق، جامع دمشق، مسجد جامع دمشق او ده شروع کن به جارو کردن مسجد و به صورت یک فرد گمنامی، در حالی که امام غزالی در بغداد و در ایران یک فرد شناخته شده، یک عالم طراز اولی بوده. بعد گوشی که همو دایتا دیستون که چند طلبه گلاشه همو بحث کنه. بعد بحث ایشد که قال امام غزالی گوشت انگت ایچی من ویل نکو گوشت هر جا که من رفتم بعضم تفکرات و ذهنیات مواد جلوی من یحته. گوشت بعد چند مدت که دوچار سرگردانی بوده تا بالاخره به هدف رستن و هدف مو و چیزی که تقریبا فکر من سیراب کو و جواب سوالات منی دا عرفانت و تا حالت تصوف. البته نه تصوف کلا هست، ما تصوف که در زمان امام غزالی بوده، بلکه بیشتر عرفان، مسئله عرفان و شناخت خدا و به هر حال مراحلی که عارفان واقعی مراحل طی کنن که با به اصطلاح برداشت و نتیجه برسه. بعد در همین کتاب، البته کتابان بعد از چه مراحل نویسی کیمیای سعادت در مورد موسیقی یک سری مطالبی نوشته و برخلاف خیلی از علمایی که مثلا الان هستن یا قبلا بوده، جواز بر اجرای موسیقی دن مخصوصا برای کسانی که پیتش مراحل عرفان طی بکنه، مراحل شناخت خدای طی بکنه. گوشتی یک ابزارانی که به ما کمک کن که راحت‌تر مراحل عرفانی طی بکنی و به هر حال با مقصود و برسه موسیقی، مخصوصا موسیقی که به اصطلاح چی به اصطلاح کوک با ذهن انسان، با فطرت انسان و ایش کمک کن به فکر انسان، به تفکر انسان که مراحل ترقی طی بکن. ما شما زنین که هر که اگه بیای گوشی که موسیقی هیچ تاثیر سر انسان نیست، کاملا بحث اشتباهی. موسیقی تاثیر بسیار بسیار زیادی سر ذهن انسان، سر تفکرات انسان، سر کلا ذهنیات انسان هست. کمترین حالت ایشه که وقتی شما مثلا یک موسیقی، یک صوت قبلا گوش کرده، مثلا 10 سال بعد، 20 سال بعد، در زمان جوانی بعد، در زمان کودکی بعد، و وقتی که دوباره موسیقی شما عشق کنی، شما رو برگردینی به همه خاطرات، به همه دلتنگیان یا به همه به اصطلاح حداقل تاثیریشه. و موسیقی یک بحث بسیار گسترده، بحثی که به هر حال سواد و فهم مون در به هر حال خیلی فراتر و بالاتره. یک مقدمه کوتاهی است که ما چکو که انشالله رشته کلام دین دست دوستان که مطمئنا سواد ججمون گشتره، انشالله بحث شروع کنن تو عمیق‌تر در این مورد گپ بزنن. خیلی ممنون، متشکرم. سلام و درود میفرستم بر شما همراهان همیشگی نگارخانه. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. و طبق روال پنجشنبه های نگارخانه ما بحثی رو در پیش رو داریم با عنوان
تاثیر موسیقی بر انسان. اما بحث موسیقی بر انسان رو من از تجربیات خودم آغاز میکنم و یه خورده میبریمش به سمت تخصصی تر. البته توی حیطه کاری من نیست و من فقط به عنوان یک نوازنده آماتور، اونم توی تقریبا 3 سال گذشته، میخوام تجربیات خودم رو توی این حیطه بیان بکنم. اما جدای از این که چه اتفاقی افتاد که بعد از اون من وارد کلاس‌های گیتار شدم و اون ساز خیلی قدیمی خواهرم رو باعث شد بردارم و دوباره کوکش کنم. وقتی وارد کلاس‌های گیتار می شدیم کلاً انگار توی ذهن و روح ما یک آتش بازی برقرار بود. یعنی انقدر خوشحال بودیم از وجودمون توی اون کلاس، استفاده می کردیم از وجود استاد، از یادگیریش، که اصلا فرای یه عالم دیگه بودیم انگار. تأثیر خیلی خوبی که بر من گذاشته بود این بود که اون نشخوارهای ذهنی و اتفاقاتی که توی قبل از اون کلاس افتاده بود و من هی توی ذهنم اونها رو نشخوار می‌کردم، باعث می‌شد که خیلی خیلی کم رنگ‌تر بشن توی این هیته. یعنی انگار این موسیقی باعث شده بود که اونها محو بشن، اون اتفاقاتی که به وجود اومده بود از قبلش، و تأثیر خیلی خوبی گذاشته بود روی ذهن من و ذهنم رو بازتر می‌کرد. انگار وقتی کلاس میرفتم و میومدم انرژی بسزایی داشتم برای انجام بقیه کارام و میتونستم انگار بهتر درس بخونم، بعدش بهتر تمرکز بکنم. اما همین باعث شد که بعدا من توی این هیته برم میخورده نگاه بکنم و پایان‌نامه‌ای که نوشته بودم برای دوره ارشدم هم یک بخشی از این تحقیقات رو که روی مغز انجام میشه در همین هیته هستش که میخواستم در موردش صحبت بکنم. ما یه بخشی توی ذهنمون داریم با عنوان حافظه کاربردی و working memory که این موسیقی تاثیر خیلی مستقیمی روش میذاره و باعث میشه که وقتی که کسی که موسیقی میزنه و یا یه سازی رو انتخاب میکنه برای نواختن، بخش‌های خیلی زیادی توی مغز بیاد فعالیت بکنن و این فعالیت‌های مغزی باعث میشن که ارتباط‌هایی که بین این بخش‌های مختلف مغز هستش بهتر و بیشتر فعالیت بکنن. و تحقیقات نشون داده بود که آقا بین اون کسایی که موسیقی گوش میدن و اون کسایی که یه سازی رو میزنن، اون کسایی که ساز رو میزنن اون فرایندها و فعالیت‌های مغزی بهتر و بیشتر توشون انجام میده تا اون کسایی که فقط موسیقی رو گوش میدن و واقعا هم همینطور هستش. و این محققان علم کاگنیتیو، روانشناسی کاگنیتیو، اومده بودن نگاه کرده بودن، دیده بودن اون بخشی از مغز که 2 نیمکره رو داره به هم دیگه متصل میکنه یک فعالیت بسزایی انجام میده در هنگامی اینکه کسی داره سازی رو میزنه. و میدونیم که وقتی 2 نیمه مغز هر دوتا با هم دیگه فعال میشن میتونن عملکرد بهتری روی ما داشته باشیم. حالا یه سری تحقیقات دیگه هم انجام شده، اومدن دیدن که آقا این موسیقی و تمرین‌های موسیقی که طرف مثلا با یه ساز انجام میده آیا تأثیراتی بر حافظه ما هم داره یا نه. بعد اومدن نگاه کردن دیدن بقیه کارا مثل ورزش کردن، مثل نقاشی کردن، عکاسی کردن، اون تأثیری که موسیقی روی مغز میذاره رو ندارن. و وقتی که آدم موسیقی رو مینوازه مجموعی از خیلی فعالیت‌های مغزی خیلی پیچیده همه با هم توی مغز در حال رخ دادن هستن و باعث میشه که مغز ما انگار که رشد و ایمپروومنت بهتری رو داشته باشه. بعد جالبتر این نکته هستش که بدونید که وقتی که ما مغز قوی تری خواهیم داشت، خب به همون نسبت هم عملکرد روزانه بهتری خواهیم داشت. پس موسیقی نواختن تاثیر مستقیمی روی مغز ما داره. اما این محققانی که توی این حیطه کار میکردن دیدن که
اون کسایی که موسیقی مینوازن توی مغزشون این چیزها و روتین ها رو بسیار دقیق و منظم میان دسته‌بندی میکنن و فایل های دسته‌بندی که توی مغز نوازنده ها هستش خیلی دقیق و خوب دسته‌بندی شدن که مثلا اطلاعات مربوط به خانواده، اطلاعات مثلا مربوط به کار و غیره. پس این موسیقی دیدن که تاثیر خیلی بسزایی توی دسته‌بندی کردن فایل های ما توی مغز داره. من ساده میگم که اینها رو متوجه بشیم. البته لازم بدونید این مطالبی که دارم میگم حاصل نتایج و کارهای تحقیقات دیگران هستن. بنده که توی این حیطه مطالعه و تحقیق میکردم، مخصوصا حافظه کاری، این مطالب رو از اون تحقیقات اون عزیزان نوشته بودم و گفتم که برای شما عزیزانم ممکنه جالب باشن. ببینید حافظه کاری به این صورت هستش که اولین کلماتی که ما میشنویم یا اولین صداهایی که ما میشنویم در یک مکالمه توی اون قسمت ذخیره میشن. بعد با استفاده از حواس شنیداری که توی یک سری قسمت‌های این حافظه کاری تحلیل و بررسی میشن، به عنوان یک بخشی هستش که ما میتونیم اون رو متوجه بشیم و یه بخش گفتاری بهش میگیم که ما اون رو متوجه شدیم. حالا اومدن بررسی کردن، دیدن اون کسایی که موسیقی کار میکنن این گنجایش حافظه کاریشون هم بیشتر میشه. اما جالبه بدونید ما توی دوران دانشجویی و دوران خانگاهی دوستان زیادی رو من داشتم که تنها حالت تمرکزی که داشتن در حین موسیقی بود. یعنی حتما باید موسیقی گوش میدادن تا اون فرآیندهای مغزی که میخواستن فعال میشد و میتونستن تمرکز کنن و درس بخونن. و خیلی جالب بود که یه سری تحقیقاتی بعداً منتشر شد و نشون میداد که موسیقی و موسیقی های خاص، یه سری موسیقی هایی بودن که تمرکز دانشجویان رو در هنگام امتحانات افزایش داده بودن که به وضوح ما توی مواردی رو توی خوابگاه خودمون هم داشتیم. اما توی حیطه کاری خودم که آموزش و تدریس هستش هم ما یه روشی داریم به عنوان ساجستوپیدیا و دی ساجستوپیدیا. توی این وضعیت کلاس ها رو با موسیقی همراه میکنیم. یعنی کلاس هایی رو برگزار میکنیم که یه موسیقی توی کلاس داره پخش میشه، حالت خیلی آرومی رو داره و تاثیر بسزایی رو در کاهش استرس دانش آموزان داره و یادگیری رو برای دانش آموزان لذت بخشتر میکنه و اونها با حس بهتری از کلاس خارج میشن و همین باعث میشه که بعداً پیگیر درس باشن. امیدوارم جمع گرمتون همیشه مانا و پایدار باشه. تا درودی دیگر، بدرود. साज و زیمورا ما انسان زنده قبلوٹو بشاره خیر میں زندہ و ارچ پڑا साज و زیمور हवारे भले आई असर अगर बलूटे मर्ची के ज़माना के नेट ज़रिया बाज़ कसानों तब बेचारे मूसिकी मर्चा में हमा अंदरूनी मारिश दर्शान कनगे ज़ुबान और असबाब है इसी के चेवड़े मूसिकी या कई मूसिकी आशकने इस सीधा में हस्ती सरासर का मैं पेगरो सस्सा सरा मैं अतर अब्तार करद सरा چه कैसा तकरार या एक चीज़ मुदाम बार बार इश्कने के किस्से ना कुजाम चीज़ में गोश्तों का मुदाम तकरार भी अगर माँ एक चीज़ इश्क करने के मुदाम जहान ज़ीबाई तोसी पे वस्पा करने गए अल्लाह माँ जहान ज़ीबाई चारों को गेंदूक में मज़ा के शर्तेरी चीज़ सरा दिलगोश कने या अगर चीज़ ये बकने के मुदाम सलियानी बाबत गप बका अल्लाह माँ हमें चीज़ नहीं मगा मैं जहन वत हम नहीं मगर होते अगर बदल कना गया बदल बेगे बाबत मुदाम इश बकने अल्लाह हमें चीज़ में तो का ज़ाहिर भी अगर नपरात इश्क या अर्च बोंगा पेसरा कि मैं मुदाम आई इश्कने आई बाबत गप जने अल्लाह हमें चीज़ मैं तो का गेंदक बीतते
حتیٰ کہ ما چمی شانک بدیں نوکیں کلابانی سر چوکے عربی بہار دورہ اگر بچارے ہیں موسیقی اثر وہ دنم گندگ بھی خاص ہپ ہاپ اثر کہ رپرو دیجے و گراپی دکار کے دیوالن سر نقاشی کشاں سک باز شی گندگ بو اگر یک دروری امبلوٹا میں دیں چونکہ آل جنرال یک ٹریک استاد آئی نام دولت رئیس زما رئیس دولت کہ ہمیں کہ ظاہر شانی رواں کا وار تگا اشیش ہمیں میدانانی تو کا وانت ہم تونس تو کا ہم مصر تو کا اور لاہت دیگے ملکا ایران تو کا مگا مبلوٹ بچارن تقریباً سال 82-55 جو ایک ٹریک است بہرام منتگت نمدی پا رئیس جمہورہ یا نامی بھی رئیس جمہور ادھے ٹریک است یک دو سال رانچ آئے وانک بو ایجا ایرانے کہ نوکی رخ داتی رپا اور رپرانی تو کا یک دلیری پیدا بود عشق ہوتا کہ عشق دلیری پیدا بے گئے آئیے چپا سیاسی و اعتراضی رپ سک باز ہو تو ہمیں صاحب عشقنو کی تو کا ہم یہ چیز یہ تبدیلیت اوکے سانگا ما حسابہ روان ہو سک بازانی گشترو تا چاپی سر یہ وادم مطلب ہے کہ یہ مردمانی سر اثر ہی ارکن نا موسیقی اثر سک باز ہے اگر ما بچارے اتا ناسا نیم روی ہے چطور مثال ناسا نیم روی کو تا ہما ٹیمہ اگر ما بچارے ہما تقریباً ہما 10 سال ابتدائی ہے سک باز یہ چیز بابتا گپ نجوم بابتا کلکشان بابتا فلم سک باز اڈ بود وڑ وڑی ٹریکان تو کا وڑ وڑی سبکان تو کا یہ چیز بابتا گپ بود نجوم بابتا کلکشان بابتا کسانی چکان خوبش پیدا ہوتا نہیں ہوگا بعض شاید اسپانسری چیزی درد کا ساپورت کرنو کوتا گا یہ حساب نا چیزی کا آئی بابتا سک گپ بھی ہو یک پدری چی نسلی آئی گما مزن بھی اللہ حتماً آئی تو کا اثر ہی ارکا از میں اثر انچو بازیں کہ بری بری بی اشیاء کے مبزانے میں پیگرو مقصد و زندگ کے سام تو بدل ہوگا رپ جروں کے استے پارسی رپاں آئی نام کابوس یک ٹریک تو کا گوشی ان کی تغییر میں دا ہنرمند ہے ذاک بدل کن از مکارن اگر بلوٹا دروری بدیاں شما اگر مثلا چیز سال پیسرا برویت گوشندی بیتا نام بیتا مثلا آہنگران آئی کہ آہنگران اشکنو بیتا آئی حس چوش بیتا کہ جنگا بروتے ایران و عراق جنگا برو یا اگر رپ مثال امریکای اشکنو بیتا اگر NWA اشکنو بیتا آئی تو کا وقت موتا پھور چند نپرت پولیس سچی ہوتا اکا فران میران اشکا علم باز پر کی بیتا گوا کہ آگاسی اشکنو بیتا ہم یہ دورہ ماں کے مناج اشکن تے باز پر کی ایسے گوا کہ تابشی وڑی مثال موسیقی اشکن تے آ چیز کہ ما اشکنے یا میں کا شگار اشکن آ میں اندرونی مارشت سرا اثر کنتے میں اندرونی مارشتا پیش دارید اتونت میں لوٹ میں کھرد میں واہگ ہم بدل بکا اگر لوٹ پدام داروری بدم صلاح کے تتلو اشکنا شاید آئین تو کا یہ مارشتی احساس پیدا بھی کہ جنین بھی ارزش ہیں اور چھوڑی بلوٹ آئی تو ننت رفتار بکنا چچو بتو کی پیمائے اور اما مبتزلی موسیقی کسے ہے نا یا کہ ساسی مانکن ایک ٹریک یا ست گوشی اولی نستاباد کتاب مودیستت کسانی چوک مدام شیع وانی تو تکرار کا چوکی کہ ہنگا 5 سال یم نبوتا اور یہ سک سیل لیں کہ پہ تمہات توجہ نہ کنند غور نہ کنند دلگوش نہ کنند کہ وتی چوک دیما چیش کنگا چکہ یہ چیز مدا سک سیدھا میں پیگر سرا میں ساسائے سرا اثریر کا تو ملوٹیں یہ چیز آو کی وحدان تو گندگ بیتنا ما گوشا کہ موسیقی ہمارا جونزینی نوی جونزہ کجام نہیں مگیں اشیاء ارچ کا سوات بات چوات جوست بکا شرری نہیں مگیں یا سلی نہیں مگ
ایشی می زندگی چیه کجام چیز مدام می گوش و می کسانی چوکانی گوش تو کا تکرار بھی کجام چیز بابتا گپ جنگے لاتی گوشن داگا لوٹی ایک چیز سرا یقین بھی و دل آئی سرا ست بکن باید مدام تکرار بھی گوشک بھی اشکنک بھی نو باید بیچارے کدام چیز میں گوش تو کا تکرار بھی کجام چیز بار بار ما اشکنک کجام چیز میں زندگی تو کا وہ تو پیش دار ہے موسیقی اثر و سک بازا بلی اثر شر یا سل اشی میں ہوتی دسته یک چند دانه سوال مطرح کنم که شاید این سوالام توانه یک کم که راه گوشه ماشما به اولا که پچه ماشما موسیقی گوش دیم سوال اول شو هر که بعد روز جوز کن مو پچه آهنگ گوش دا سوال دوم شو که پچه مثلا صدا طبیعتون وشه صدای آبشار و درخت و فلان و شان بعد اصلا یک سوالی هم شو که از چه صدایان منو وشه چه آهنگانی وشه تا پلی لیست مو چه آهنگانی همون گلاشن چی گوش دام یک سوالی شو که محتوایشان چی هستن یک سوالی هم توانشی بود که چرا آهنگ هایی که مثلا بی کلامنت ترا برند در عمق آهنگ هایی که یک چیزی وانند یک کلمه وانند تر توانند بیارند تا سطح مثلا یک راجب یک موضوعی وانند مثلا رپ کن یا همین آهنگانی که هستن راجب شکست عشقی و فلان و شانوانه خب شیاره تر در یک سطح مشخصه تر گو که موضوع شیو گرا شیو فکر شیو بحث شیو بله آهنگانی که بی کلامند هیچ خبر تهش نیست با توجه به گامانش که بالا و پایینه یک تر تو شادتر بکن جنبش تهگیشتر کن یکی تو تر خیلی ناراحت بکن تو بنند بگیره به وقتی که آهنگ مثلا یک پیانویی که یکی جان حتی وقتی یک پیانویی تو آنه خوشحال هم ببه ایشان سوالانی که بعد روتش جوست بکنیم به نظر مو که و همچنین کاربرد موسیقی در نظام‌های سیاسی چرا یک آهنگی تا کشوری قرار و پخش بو یک ملت دیم مثلا جبهه برای جبهه دیم دادن مردم چرا از آهنگ استفاده کن چرا مذهبیان برای جذب کردن افراد قرآن با صوت وانه خب بانگ و با صوت دین چرا این آهنگی کنن چرا چی کنن که خیلی قشنگ بو وقت روز جوز کنن پچه ماش متا روزانه هم پس آهنگ پخش کنن موقع جنگ پچه آهنگ پخش کنن رژ رابطین مخصوصا نظامیان تا مدارس سر صحبان پخش کو برای یادآوری پخش کنه یعنی بحث نوستالژیک آهنگ پچی الان بچه‌هایی که دهه 60 70 برگشتن و یک سری آهنگ قدیمی گوش کنه مال همه دهیان وقتش شیء بحث نوستالژیک موسیقی یا بهزاد پچی آهنگ قدیمی جان آهنگ جدید نجا و فیلم پچی صدا یکی از مهمترین چیانو ته فیلم‌ها پروسسان یکی از مهمترین چیان فیلمه چون در اصطلاح گوین ته فیلم صدا یک جوریه که بیننده وا بکن یعنی بیننده اصلا متوجه نبود که چه پروسه سنگینی برای صدای گلاشو استفاده بو موسیقی سمفونیک گروهان گلاشن اجرا کنن هر صحنه ای را صحنه هیجانی فلان شی چرا ما متوجه آیی نبیم و واب نکنند این صدا که ریتم فیلم واشتر پیش برو و موضوع برسیم شپا سوالا نگم اشو بعد روت جوس بکنیم به عنوان یک آدمی که در این بره تاریخی گلاشو زیست کن زندگی کن و وقتی چیزان درگیر و صداها درگیر و صحبت بیگا هر چیزی زنگ گوشیت یک آهنگی که تو مروزی ناده باندرش دور کنه خب چی دلیلی چی بعد دنبال این چراها ببین ته زندگی وقت بخاطر چی زندگی یکم که با کیفیت تر ببو و از دانا حداقل ماشما که برای آینده وقت گلایشین کردن جلو پیتینگ زیست با کیفیت ترین بود تو راجبشن سوال جوز کنی یا مثلا بچه استاد بورد با سر کلاس وقت آهنگ پخش کن یک آهنگ ملایمی ناده بچه موقعی که طراحی کنن یک آهنگ وقت پخش ببو بچه سکوت نه ودا یا تا کافیان بچه موقع چلیم کشتن و شما یا حتی دیگه کافیانی که بچکان چوننده 5 دقیقه قهوه‌ای ورن یا بچه یک آهنگ پخش چرا بجایشی که ودا پشت فرمان آفرین بچه پشت فرمان آهنگ پخش کنه یا اصلا توجه ها گلاشه چه چیزی رو پخش کنه یا آهنگی که تشکم مات اچوک گوشکان چیو خب صدای که داخل مایه چرا الان گلاشه آیه شبیه سازی کنن داخل یک سری اتاق برای چه افراد به آرامش برسند یا پس به خاطرش که چوکی رو واب کنه بچه بگن کنار سشوار روشن کن یا برو تا ماشین رانندگی کن تا واب برو ایشان بعد شپه و صدا ہے با جریان و صدا گلاشه شکل گیره تاثیر این صدا بر ناخودآگاه ما چی کرو ما تو وقتی شان ما توانی کشف بکنی
این راجبش اطلاعات متوانیم به دست بیاریم، متوانیم این آگاهی به دست بیاریم، نتوانیم ایرش هم عبور هم بکنیم. ماشما نسبت به شما آگاه بکنیم. الان مثلا شما رو خبر بکنید راجب این سوالان توانید فکر کنید. مجدد خسته نباشید عزیزم. مبحث موسیقی، کلمه موسیقی که یه وسط، یعنی یک جزئی از جزء ناگسستنی از زندگی هر انسانی نامیت وسط. متاسفانه حالا من ندانم ته کشور ماشما البته موسیقی من مثال جنان که مثل یک گوشی آیفونه که دک ماشما گلاشین گونی گردو پروشن، درسته نگو گوشی آیفون گردو پروشتنه بود، اما شان گوشی آیفون مال گردو پروشتن نه. ایر هزار دیگه کارایی هست، هزار جور دیگه بود استفاده توانه یری بکنه. من 12 دانه سرفصل آورده سعی کنن فشرده پیتری سرشان به درد میارن به صورت کلی بگوشن. اول از همه موسیقی چیه؟ جند موسیقی تعریف موسیقی ما یوشین بیان احساسات به زبان اصوات. من به پی یک حسی رو به شما القا بدم بدون که از کلمه ای استفاده بکنم و صدا القای بدم به شما، ایشون نامی بود موسیقی. خب بعد منظور از صدا چیه؟ بسیاری الان ما خبر کنیم صدای یک کولری هم گلاشو یه صدای ماشینی هم کرد داره برود یه صدای ویبره گوشی شما هم یه. شما تمامی صدا نش کنید منتها به یک چیزی رو درک کنید. صدایی که من گلاشون گونی خبر بکنم پدیده ای که ما بتوانیم با گوشین درکی بکنیم متوجه بین یک حسی یک برداشت دیاریم به بود، حالا غم بود، شادی بود، ترس بود، نگرانی بود، عصبانیت بود، ازا صدا بتوانین استخراج بکنین آیه بود صدای موسیقی. جنین 4 ماهه تلاپ مات اولین حسی که به دست یارت شنوایی. یک جنین 4 ماهه تشکم مات مباحثی گوشن پده منابع علمی هم معرفی کنه که کجا من به انگولشون روایت کنن شانم. 4 ماهگی به بعد متوجه بعضی از صداهان بیرون از دنیای رحم مادر بود و آخرین حسی هم که ته انسان از بین رود شنوایی. جسد تا 3 دقیقه بعد از مرگ متوجه بعضی از صداهان دریافت کن منتها واکنشی نشان داده نکن. انواع اشکال موسیقی من پر شما بیان کنم. موسیقی تا چه شکلانی هستن؟ بچارید موسیقی هر چیزی رو که سج هست، شاید کسی در این باره خبر مکن، هر چیزی رو که سج هست ما موسیقی هایی تلقی کنیم. یکی از مهمترین چیزانی که موسیقی تایی هست قرآن. اگر شما دقت بکنید ته ادبیات و تحقیق نوشتم، من فایل PDF هم یکی از دوستان که همکاران که جایی را من خالی کنه ده پرمندیم داد اصلا ارتباط موسیقی با ادبیات و کاربرد موسیقی ته ادبیات. جزء ناگسستنی از ادبیات موسیقی، جزء ناگسستنی از ادبیات. هر چیزی رو که ساچه از شمس و کوب و رد و از نجوم کدر به جز آقافیات تعداد کلماتی که به کار رن. اگر شما 2 نفر دقت بکنید، حالا منی بحث کامل بکنم، موسیقی کسانی که گوشند حرامن پس درک درستش از قرآن نیشه. نظر شخصی من بود، حاضرم گو هر کس هم لازم بود مباحثه بکنن در این مورد. چون دانشگاه الازهر مصر بزرگترین دانشگاه اسلامی دنیا هست و تمام قاریانی کودنه یک واحد موسیقی پاس کنه، یک واحد موسیقی ضرورت پاس کنه. زمانی هم که پیغمبر از مکه را به مدینه و آهنگ معروف طلع شکر علینا پریواند و دفعش جد صحبتش که پیغمبر من نکردن، پس پیغمبر نه نص خدا یک چیه حکم خدا لغو نکن، پس دیگه چیزی در مورد بگو، چیزی که غنا بود یعنی تر از یاد خدا غافل بکن حرام تلقی بود. که موسیقی گفتن کاربردی است. موسیقی یک دارویی است. چون ما سرت درد کنه یک دانه استامینوفون بره سر درد باشه بود، اما سرت درد نکنه 100 دانه استامینوفون بره خب مسموم تکن بیمارستانی تکن. شما دقت بکنید 2 نفر که تا یک مسیری روین پای راست با هم چسته کنن، پای چپ با هم چسته کنن تونادن. چه موسیقی را رفتنه. تنی روستا هم بروید سراهان پا خشتوگلی شبیه به همین لذت بره. تشاری نخلستانان روین نخلان تا یک ردیف این موسیقی ساختاری شبیه به همه. شما بروید دپ این نانواییان خب شاطر نانوایی در حال یک سری حرکات موزون
موسوم به رقص بندری گندید. خب تو بیای بگوش آقا ناچ مکن، ترگو من گلاشون کار کنن. خب تو ایشیر ایری بگیری نتوان کار بکن و تو گار کن. غاریان قرآن اگر شما بسرش که درشکه در حال عقب جلو رفتنه. خب تو این حرکت ایری بگیره تمرکز از بین روشی موسیقی رفتاری و موسیقی کار کردن و موسیقی گفتار. بعضیان اگر شما دقت بکنید اصطلاحا ماشما میگوین واش خبری، شیرین خبری، شیرین بیانی. منظور از شیرین بیانی چیه؟ یعنی از یک موسیقی کلام خاصی تبعیت کن، استفاده کن که یک چیز اکتسابی و یک چیز پکی یادی بگیره، حتما به ژنتیکی ربطی نیست. خب تید موسیقی و انواع رو من گفتم، صدا موسیقی انواعی. یک مبحثی را معرفی کنین تا روانشناسی، یک مبحثی من هست به نام شرطی سازی. شرطی سازی هر چیزی را که من موقعی که یک جان یک احساسی رو به من القا بدن، یک احساسی رو به من القا بدن، هر جای دیگه ته هم موقعیت مشابهی چیز تکرار بود همه حس به من القا دادن. چوکو که یک روزه که به دنیای احتا شما دقت بکنید، آقای خداونده اشاره کرد، اگر دقتش کردم ماتم به صورت ناخودآگاه اولین چوکو که بغل کنین که شیری بدین به چپ دست و راست بودن هم ربطی نی، به صورت ناخودآگاه این طرفی دن، سری رو این طرف ندن. فرق نکن ما چپ دست بود یا راست دست بود و ندانن که موسیقی شاید همچی چیزی رو القا کن برش چونکا، چون این چوکوک 9 ماه و یک صدایی عادت کرده بود. تا صدا چی بود؟ ضربان قلب مادر در بهترین حالت ممکن. شی سشوار پری روشن کنی یا گوشین تا ماشین بود توار جریان خون مادر ای بارها اسکوته. خب یا بچه ماتان جنم پشتش پیس پیس صدای حرکت خون ته رگانه که ماشین شبیه سازی کنید. خب آهنگیر شما یکی مال از کارتونان قدیمی تام و جری یا پلنگ صورتی شما تا یک جمعی که مثلا 10-15 نفر نشسته هر جمعی ببینید، خب پلی بکنید بلا فاصله 3-4 نفر برگه فلان آهنگ نه فلان آهنگ نه. شرطی بوده نسبت به آهنگ. زمانی که این آهنگ شش کته بوده، این صدا شش کته بوده، یک حس خوبی برش دست داده بوده. خانم جهانی زمانی که از صدای گواتیش کته بوده بارا حس بدی در قالب ترس بری دست داده بوده، شرطی بوده نسبت به صدا. الان ده گواتی نی اما از صدایش کشون شرطی بوده همه حس بری دست داد. بعضی تو یک آهنگی رو تا ماشین تو تاکسی جای ننده آهنگی رو روشن کنه، خب یکو یالا که بابا ایشی برگشت به چوکی من. چیزی که من الان جلوتر واضح کنم، یکی از علتانی که من موسیقی مثلا دهه 70 به قبل گوشه دارن و استفاده کنم، بخاطر که این حالت نوستالژیک من شرطی کرده، یعنی لذت برای زیان. تا موسیقی جدید هم خیلی هستن کاران فاخر هستن، منتها من زایی گشته لذت شرطی بود نسبت بشید. تاثیر موسیقی روی جسم، شما یک دانه گزی چیانه، یک دانه گزی فشار سنجان الکتریکی بندید به دستش، یک موسیقی آرامی رو گوش بکنید، ضربان قلبش 10 تا 15 تا 20 تا که یه پایین، فشارش 1 تا 2 درجه یه پایین. عوضی بکنید آهنگ تندی بود پشت بندی، آهنگ تندی بود پشت بندی گندی، ضربان قلبش 10 تا 15 دانه که رود بالا و فشارش هم 1 تا 2 درجه رود بالا. خب چرا موقعی که تو آهنگی رو چی گوشه کنن تنی عروسیان که مخصوصا تا سوابان ماشما موسیقی که اجرا کنن، یعنی شما تا فیلمانش بچارید، خب ازی گفتاری که چیزی که خواننده وانتش درکش مثلا چرت و پرت شاید وانت، خب فقط تو که اصلا شان وادار کن به حرکات موزون و ناموزون و هیچ هم ندانه که علتی چیو. تصوف که البته در قالب اشتباه من تصوف مواد قبول و استفاده میکنن، چرا موسیقی اجرا کنن شروع کنن چه هدجتن؟ خب یک هورمونی ته بدن ترشح کن به نام اندروفین. اندروفین یک هورمون آرام بخشی، آرام شکن، سرحال شکن یک مقدار، استرس گرفتش.
چرا طب باشگاهان بدنسازی آهنگان اکسیژن روشن کنه؟ ریتم تند دوست دوستی که پشت سر هم هست به شما کمک کن که گشتر وزنه سنگینتری بزنید، خستگی شما رو کمتر کن، هورمون خستگی کمتر ترشح بود. چه دقت بکنید دیسکوپاتوها یا چیش بگن کافی شاپان آهنگان لایت نادن، یا آهنگ لایت شما رو آرام میکن، نوشیدنی گرم که هستن و افکت ملایم نوری که هستن و این موسیقی، یعنی 50% دایم بره 50% این موسیقی این که شما رو ریلکس بکن وقتی گشتر بوازینید. ته فروشگاهان بزرگ زنجیره‌ای اگر بروید یک تقریبا همچین موسیقی هست و چرخوانی هستن تعلق شدن بلا استثناء چرخوان توار کنن بری امتحان بکنید کوروش هست. علتیش این که این صدای جیر جیری که کن شما را نه علت که شما سریع برید، شما سعی کنید آرامتر برید و آرام روید گشتر خرید کنید. استفاده که موسیقی بود. تاثیر موسیقی روی روان چه تایید جسمه. حالا تاثیر موسیقی روی روان ما یک بخشین الان یک نوع ورزشین هست، ورزش روحی هستن، فیزیولوژی و روانشناسی. سایکولوژی فیزیولوژی یعنی روانی کار هست، سایکولوژی روح تو کار هست، یعنی مشاور روحت. مدیتیشنی که یعنی نام مدیتیشن که یعنی انجام بدن یک سری گوشن اصطلاحاً گوشن چاکرا، یک سری دروازان انرژی تا بدن واسه کنه. یعنی مطلب چیه؟ یعنی نشان یک کمک کن یک سری هورمونان تا بدن ترشح بن که یکین نزنه خشم شما رو کمتر کن، یکین روحانیت شما رو گشتر کن، یکین بیان شما رو قوی تر کن به ترتیب چاکرا چنن تا بالایید و تناهت که گوشن اگر کسی 7 چاکرایی البته من به ذهن ندیسه چیزی مطالعه کرده چه بود تو هم فکر اطرافیان هم حتی و تمامش هم به کمک موسیقی انجام بین این حالتان در حالت عادی کسی نتوانه کار بکنه گو موسیقی انجام بین. هیپنوتراپی یعنی مغز گو موسیقی به حالت استندبای آماده به کار در یارن. مغز خب دبیر اجرایی بدن و مخشت آدم دیوانه هم راه رو خبر کن نانوارد، اما مغزی نتوان درست تصمیم بگیره. خب پس این مخچه و که گلش رو دستور دادن مغز کار کن، مغز کار نکن، مخچه کار کن درست برد. یا مغز به حالت استندبای در یارن وارد مخچه ای بین و ازایی کار کشن چون هارد دیسک در مخچه. یا این برای بعضی از آهنگسازان دنیا کلیپان شات فضای مجازی بگن بدونیشی که داروی بیهوشی به آیان تزریق بود با اشکتن یه قطعه موسیقی درد ایری کم میکنن. الان چین یک چی هست، یک نوع طب سنتی هست، یک سری حروف شما صدادار بگوشه سردرد تو باشه کن فلان درد تو باشه کن. تمامش استفاده موسیقی روی روح و روانه. چرا اکثر فیلمانی که شما چارید بدون موسیقی، اگر موسیقی متنی مبود شما یک صحنه رو گندید، مخصوصا موسیقیان بالیوودا شما گندید موزیکندی یک صحنه احساسی هست بلافاصله یک آهنگ غمگینی پخش بود، شما گلاسی متن گوش کنید ناخودآگاه شما گلاش با موسیقیش کنه تأثیری است و راحت تر قابل درک کن. چرا تا دکلمه‌ای که استفاده کنه حتما یک موسیقی پس زمینه این آدم برایش که حرف قشنگتر تفهیم بود. اشارتی عزیزان خستون کرد فکر کنم تونترش بگن ریتم گفتن که ریتم چه کار کنه. ریتم هر عمل متناوبی بیر اصطلاحاً گوشن ریتم، هر عمل متناوبی که تکرار بود تو گوشن تی ریتم که ماشمای یا این گو برای هماهنگ بودنگونایی بچه یک چیزی رش کنه و تا بچه دست چست و ناتنه بود بچه یک آهنگ آروسان رو به آهنگ شادش کنه دست جنه غیر ارادی و دیگه عادتت کرد تأثیری که موسیقی روی روان هست. خب فرکانس یا ارتعاش، فرکانس یا بسامد اصطلاحاً فارسی مشمول میشیم بسامد به تعداد ارتعاشات یک جسم در یک ثانیه که با واحد هرتز حساب بود اصطلاحاً گوشن فرکانس یا بسامد. خب فرکانسی که موسیقیان الان استفاده بود
یعنی چند سال اخیر، یعنی از 50 سال پیش به بعد اولش استفاده بود 440 هرتز. خب و شما شاید فضای مجازی طرف بشکنید نه بابا اشان چرت و پرتن مگه بود فرکانس شو بود آقا نظرنا تبدیل به شیطان ببه یا این تأثیری بود. دقیقا خبری که براتون کرد فارابی به مجلس اشیت کتاب بیحقی من تاریخ بیحقی هست، چون فارابی به جزشی که حساب بکنید فیزیکدان و دانشمند و شینیت موزیسین هم هست. ساز قانون مخترعی که بوده فارابی بوده، ساز رباب هم مخترعی مولانا بوده، از یک بوز کویی الهام گرفته بوده. فارابی به لباس به مجلس ترکان در آمد، ساز خود را کوک کرد، ساز وقتی کوک کو جتی پاک جامی هندین، کوکی را عوض کو پدیجات پاکی گریوانین، کوکی را عوض کو جتی پاکی واپین و وقتی مجلس در کرشان تاریخ مستنداتشان ثبت بودن قبلا چه چیزی بوده اگر فرکانس نبوده. خب این کوک اگر این کوک مهم نبودین، فرکانس مهم نبودین، حداقل یک نفر موزیسین تنها جمع بوده. و موسیقی یک چیزی که سینه به سینه گردد. آهنگانی هستن تامی دوستان مشما بروید مال 200 سال پیشه، مال 200 سال پیش آهنگسازی 200 سال پیش بهم کرده، چون یک نفرش گفته سینه به سینه منتقل بوده. پس آهنگ منتقل بود دیگه، نه یک چیزی غیر از نوت بوده که گوشه انتی فرکانس. فرکانس نزدیکترین فرکانسی که به طبیعت بشارید گوش انسان فرکانسانه بمتر از 10، بمترین فرکانس 1 تا 9 نشون. هرچه فرکانس کمتر بود صدا بمتر، هرچه گشتر بود صدا نازکتر و زیرتر. فرکانسان زیر 10 1 تا 9 یعنی به ایکابامن که قابلش کنه و فرکانسان نهایت رو ما در نظر بگیم 20000 به بالاه نشکنه. مثلا مورچه فرکانسی 7 تا 8 ایکا صدای به مقابلش کنه و بالا و ما نگی سر صدای مورچه هم بودیم ما را توانه بودیم آرامی نه. خب نزدیکترین فرکانس به طبیعت 432 این، اما فرکانس جند طبیعت گفتم 440 فرکانسی که تا هیچ کجای طبیعت نی. انسان در همه چیز از طبیعت عقبه. یعنی تو بیا یک نقاشی بکشه، بهترین نقاش ببه، بهترین مجسمه ساز ببه، بهترین نزانان ماشین حساب ببه، خدا یک دانه گلی رو جلوتون نداد، یک آبشاری رو جلوتون نداد، جند یک جسمی رو نداد. بهترین بازیگر اگر تو به هیچ بازیگری نتوان حالت طبیعی و این کار بکن، فقط چیزی شبیه باید انجام بدن. یعنی ما همه جا از طبیعت هنر عقبیم الا موسیقی. ته موسیقی ما از طبیعت هم جلوترین. یعنی اگر تمام صداهان طبیعت تو جمع بکنه که بین 1 تا 2 ساعت کشته شاید مبین ذره ای نرزه در مقابل تو توانه یک سمفونی رو قرار بده که پاک صداهان زیاد تو ببرد. ولی هر هنر دیگریت بود طبیعت ارتو دیمات رو یک گلی را یک چی را نهایتا مغز انسان نادد که خالقی که زیبایی و از طبیعت عقب مانه. ولی تا موسیقی ما از طبیعت جلوتریم. فرکانس 528 فرکانس زمینو که اصطلاحاً صدای معجزه‌ای هم گوشن برای درمانی ری استفاده کنن. نرم افزارانی هستن که الان به دلارش بهای کنن. من دودان نرم افزار هست که موسیقیان با فرکانسان گوش کنن، یعنی موسیقی رو که بهتون گوش بکنن که حالا دیماتر گوشن چه فرقی کن که تو موسیقی تند و کند گوش بکنه و فرکانسان مختلفش گوش بکنه. اما گو 528 گوش کنه یا 432 که نزدیکتر رو 440 گفتم فرکانسی که طبیعتی موجود نه. شما بیایید چیزی که بتون دست نرم افزار پلیری رو که بتون فرکانس تغییر بدید، شما بیایید فرکانس 396 استفاده بکنید. یک هفته فرکانس 396 فرکانس شادیو. یک عکس شما از واتش بگیرید، یک سلفی از واتش بگیرید، یک هفته گونی فرکانس آهنگ گوش بکنید، یک هفته بعد یک دیگه عکس بگیرید و همش مقایسه بکنید، همه آهنگانه، فقط فرکانس تغییر بدید. بچاری چه اثری نداره. فرکانس 417 که گفتم روانشناسی بازاری استفاده و روان پزشکی استفاده و برای بهبود زخمان روانی، مخصوصا کسانی که پرسش هست، پرسش بودم کتایشونه
باشه کوتاه کنم برنه من فکر کنم تو 417 هست شما بیایید این کار انجام بعد از مثلا اتفاق باید این کپه تو 417 گوش بکنید آرام تر شکن ته چیان ته کافهان وشن الان خارج از ایران البته فرکانس 638 که مال عشق و رابطه استفاده کنه ته کسانی که رقص سما بلدن باید فرکانس جاه بیارن کسانی که تصوفن فرکانس 741 که باید فرکانس جاه بیارن الان من چند دانه فرکانس نام که بین 20 تا 20 هزار گفتن هر یک بلکه یک کار بردی از چیزانی که مثلا من دانن اشانت که گفتم موسیقی که تشهر این یک بیت شعر بچارید جلو به عقب نوشته شو همراه بلبل به لب هر مهوش درسته؟ یک مصرع شو همراه بلبل به لب هر مهوش از این طرف به این طرف حالا از این طرف با طرفی بوانید شو همراه بلبل به لب هر مهوش از هر طرف بوانه همایه ما شرط قرآنی هم هست کلن فی فلکن همه چیز گرده شما از طرف به طرفی هم بانه بود کلن فی فلکن ته قرآن 11 جا تکنیک استفاده بود خب ته موسیقی از این چیز هم استفاده کنه منتها این علم نامی هست تو ریورسینگ موسیقی صدای آواهای یعنی تو توانه یک کلمه ای را مثلا جندا کلمه نه که تو بهزاد به پیت ازاد طرف بوانه به بود دازهب در صورت چون نه تو توانه بهزاد چندین بار با چندین آوای مختلف بگوشه که هر بار ازاد طرف گوشی دارن به این طرف یک کلمه جدیدی اصلا پر شما در بیاره خب یک اختلالی ما را هسته چه روانشناسی به نام پاریدولیا یعنی صداان مبهمی کش کنن تا گمتش تفسیر کنن که الان تا دنیای رسانه گلاشن استفاده کنه ریورسینگ مالشیو که شما یک سری پیامانی که من به صورت پنهانش بگن انجامش بده اما چونه که اکثر ناخودآگاه هم تاثیر بود روی ناخودآگاه تاثیر درست ممکنه ثبت بود یک پیغامی رو قرار بگوشن ثبت بکنن که اگر کسی علمی بود به تو اندری بیاره اما ایشی روی شما تاثیر نداد یا این گوشن یک چین هست مبحث دیگری هست به نام سابلیمینال مسیج پیام های ناخودآگاه که هیچ ربطی به ریورسینگ نیست دیگه استفاده کنن نری یک کلیپ هستن اگر شما دقت بکنید آقای به نام شاهین نجفی که یکی از اسطوره‌ان موسیقی ایرانی هست خب یعنی موسیقی پست مدرن یعنی صاحب سبک تا ایران خیلی کم بود تا یکی محسن نامجو بود تا یک شاهین نجفی جفتش از ایران رفتن یک کاری آقای هستن که اگر در مورد فراماسونری ایلومیناتی وانتش یک آهنگش پیم کو پریداتش به نام شهر اعظم و یک آهنگ پخش بود یک پیامی تنیشی پنهاند که حالا پر شما از یک طرف جند آهنگ اجرای کن شما بیاید نواران کاست قدیمی هستن آیان بیای وازش بکنه این طرفیش بنده باید یک سری خبران نامفهوم بود دیگه چشین چیز بود که لحظه جمله لحظه کلمات درست و قابل فهم پخش بود متوجه بین خبشان پیامی که پنهانش کرد تا فرقان مخفی گشتر استفاده کنه از این تکنیک تا ایران هم اولاش از این چیز استفاده و به شدت دنیای رسانه ریشی استفاده بود نامی ریورسینگ و نامی دیگه بیماری این هست به نام سیکلوتمی اصطلاحات که گوشان تا فیلم پد ضبط من توانید کاملتر تا اینترنت جستجو بکنید یا کتاب بانید در موردش گوشن این راننده ماشین سنگینانه خب اکثریت این مشکل هست و الان هم با وجودی گوشیان که درفتم من خیلی آرگندانی چیز هستن گلاشو خبر کن یکو گنده داغ کن عصبانی بود و تاوت شروع کن داد جتن به خاطر که این دانشی نیست مثلا راننده ماشین سنگین یک آهنگ شادی که گلاشو هورمون برای بیشتر خرج کردن انرژی ته بدن گلاشو ترشح کن تنها فعالیتی که است چیو نهایت دنده عوض بکن دیگه جسم شرکت نکنی این انرژی سرکوب بود بدنی و بر اعصاب فشار یاره
نام بیماری هست و سیکلوتمی مینور و ماژوری هم هست، کم و زیادی هم هست. شما مخصوصا کسانی که رپ گوش کنن و پلی لیستانش یکی شاد یکی غمگینم استفاده کنن ضرورتی مشکلش هست. جدا از یک بیماری هست به نام میسوفونیا. خب نسبت به یک سری صدایان حساسن. اشاره تا بارنزی اراده. نسبت به یک سری صدایان حساسن. دیست بعضیان مثلا گلاشن نان وارای قاشق بلک که به دانتانت فورد توار که بابا کاشق ما وار. بعضیان اگه مثلا شیر و آب تو گله پت باب سے توار پت کو آب کیه تو بلا فاصله واکنش نشانه ده بریم. صدای جیر جیر دری یا کسانیان و مخیلی حالت برای شاید اکثریت جمع پیش حتی گوگت نوشت گت کاش سر دیوار یک گیرکی کو بلا فاصله بره هوجته تو نسبت به صدایان حساسه. خب دو دانه غالب یا این ریشی استفاده کنن که موسیقی مخصوصا مرزان ایران هستن. بلوچستان و مشما به نام موسیقی به نام سبک دمال معروفه. دمال و طرف یک سری آهنگ پریجنن. من چند بار حتی این مراسم شرکتون کرده یک سری آهنگ پریجنن و طرف از خود بی خود بود و یک سری این مشکل نامی میسوفونیا اصلا جن و جور چیزان نه به این چیزان ربطی نی و اگر گندید که مثلا حرکاتی که انجام بدن تا به خاطر که به این صداان به این دستگاه موسیقی حساس و دیگه هیچ ربطی نی. جنوب کشور مراسم زاری هم گوشن، مراسم دمالی هم گوشن، لیب داتنی هم گوشن، استفادهانی که موسیقی هست. به جز آیت باستوانی مراکز باستوانی برای که کودکان کند ذهن یعنی کم توان ذهنی بیایم به روستر بکنن گو موسیقی بعضی چیزانش یاد دن چون تأثیر بیشتری هست. یکی از راهان اصلی درمان بشارید آلزایمر هیچ درمانی نیست در حال حاضر. البته ما وانته جایی که کشف بود اما درمان قطعی نیست. یک کس کارانی که این کنن موسیقی کشی قبلانش کته بوده پری پخش کنه. من یک کلیپ دیدی یک بالرینی کسی که رقص باله‌ای کرد که کامل حتی فراموش کرد که وقتی که خبر کردنی فراموش کرد. این آهنگش پر یک کس با آهنگانی که گون ناچ کرد یا ارتش بلا فاصله شروع که حرکت کردن یعنی یاد یا با اینکه مغز کلا خوش بود یاد یا دوستان منابعی که من پر شما چیزانی گفتم سعیم که خلاصش بگم من دارم سرش رو به دردون یا منابع فقط معرفی کنم. کتاب تئوری بنیادی موسیقی نوشته پرویز منصوری. 3 دانه مقاله علمی هستن که در سایتش هستن. یکی تیم موسیقی تا بی نهایت، یکی تیم بین‌المللی فرکانسنی همین چیزی. بعد یکی تاریخ بی حقی در مورد فارابی کوانتون تاریخ بی حقیون منبع دریا اورتاد و سایت موسیقی به زبان ساده که سایت البته ایرانی نه مطالبی رو که لاتین برگردونه به ایرانی. ممنون که لطفش کرد و گوشش کرد.